و شما را نصیحت میکنم که در این کار در میگه راه بعد برو که بعد افتی چاه در راه مکن که خود افتی. همه وقت چاکن زیر چاه. آخی دنیا در دست تو رکت نیست، آخی در دست تو ظالم نیست. چراغی ظلم ظالم تا آدم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. با خدا بالای زور زور دارد، بالای زور زور دارد. امروز تو این تکردی خدا چنان عذابت میتد، چنان در دست کسی گرفتار میکنه که داد میگوی و ویلا میگوی که خلاص میشه. شما فراموش نکن این خدر هر بیشه گمان مبر که خاری است. شاید که پلنگ خفته باشد. این دنیا را خالی نمیدارد، این دنیا خدا دارد، این دنیا خدا دارد. خدا میگه من ظلم حرام کردم ولی مظلوم دوست میدارم. همین دعای آدمی بیچاره ناتوانی به کسی غریبه که در دست بعضی از فاشیست های گویم هم تا فاشیست گویم غلط نمیکنیم که زیر اما اگر قرار گرفته باشه هم تا دستش دراز کنه و سوی خدا زاره کنه، خدا میگه بین همین مظلوم و بین من پرده نیست، دعاش قبول میکنیم. خداوند عزتتون دنیا و آخرت بلند کنه، مرادتون خدا برات کرد. خداوند همیشه شما را سربلند نگه دارد. خداوند ملک ما را آباد کنه. خدا همه شما را صحت و سلامت به خاندانتان رساند. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.